آقا با سلام، اسم من امیر علیدوست از کرج اومدم. با این آموزشگاه آشنا شدم. ما اومدیم و این آموزشگاه رو انتخاب کردیم، شانسی اومدیم توش و با استادش هم نمیشناختیم. با استادش هم آشنا شدیم. خوبی این آموزشگاه اینه که استادش سلیس صحبت میکنه، یعنی اینکه عامیانه صحبت میکنه، کتابی صحبت نمیکنه. قدرت فهم ما رو برد بالا. نه من، بقیه کسایی هم که فنی نبودن یه پا فنی شدن. من خودم که اصلا فنی نیستم، شغلم یه طوری بود که اصلا با فنی آشنایی نداشتم. یعنی یه سری چیزها رو استاد با تجربه به ما یاد داد، یعنی به صورت تجربی به ما یاد داد. اون چیزی که خودش بلد بود، انقدر که اوستای این کار بود، به ما فهموند. ولی خب یه سری چیزا آدم باید خودش هم فکر فنی داشته باشه. اونایی که میخوان بیان توی این کار باید فنی باشن. اگر صرفا توی این رشته کلیدسازی یه خورده دقتش هم باید ببرن بالا. همین که دوست داشته باشن کلیدساز بشن نمیتونن بشن. باید یه خورده قدرت فهم خوب داشته باشن، دقتشون خیلی بالا باشه، چشمشون رو بزرگتر کنن. و تشکر میکنم از مجموعه.